به نام خدای روزیرسان. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بیاین که به یه سوال پاسخ بدیم. یه دوست عزیزی سوال پرسیدن که با اینکه خیلی روی باورهام کار کردم و تونستم با تغییر اون توی مسیر ثروت برم، ولی توی هر شغلی که میرفتم تا یه حدی بیشتر نمیتونستم پول در بیارم، چون از قبل خدا جایگاهش رو برای فرد دیگه ای ساخته بود که اون رو نمیتونم تغییر بدم. مثلا توی یه شرکت فرد مقابل فرزند رئیس بود، یا توی یه شرکت دیگه وقتی که به یه سمتی رسیدم شدم کارمندم. توی کار آزاد با اینکه آقای خودم بودم، ولی در آخر شدم کارمند وطن و دارایی و مالیات اضافه شد که هرچی در می آوردم میدادم به دولت شهرداری. برای پاسخ دادن به این سوال اول باید ریشه یابی کنیم. اول برای اینکه ما ریشه یابی کنیم باید خودمون رو بذاریم جای اون فردی که داره اون اتفاق رو تجربه میکنه، یا اصلا اگر که برای خودمون داریم یعنی میخوایم که باورسازی مثبت انجام بدیم، اون چیزی رو که احساس ما رو بد کرده رو باید در نظرمون بگیریم و باید از دید ذهن به قضیه نگاه بکنیم و خودمون رو بذاریم جای ذهنمون رو ببینیم که دقیقاً چه احساسی رو داره تجربه میکنه. فردی که این سوال رو پرسیده داره احساس قربانی بودن رو تجربه میکنه، چون که توی هر شرایطی که میره یک نفر بالاتر از این فرد پیدا میشه که باز هم اون آدم نمیتونه رشد کنه. اگر که باز بررسی بکنیم میرسیم به باور کمبود عزت نفس، چون احساس قربانی بودنم خب یه بخشش مربوط میشه به عزت نفس دیگه، یعنی توی دسته عزت نفس میگنجه. وقتی که ما عزت نفسمون کم باشه، وقتی که احساس قربانی بودن داشته باشیم، توی هر شرایطی که قرار بگیریم جهان هستی اتفاقهایی رو برای ما رقم میزنه که اون اتفاق همون احساسی رو به همون بده که قبلا داشتیم تجربه میکردیم. الان اینجا دوستمون داشته احساس قربانی بودن رو تجربه میکرده، یعنی داره به صورت مداوم از اتفاقای مختلف احساس قربانی بودن رو تجربه میکنه. بعد اینجا دقیقا حالا اینجور که توی سوال مشخصه، دوباره احساس قربانی بودن از طریق یک اتفاق دیگه که توی زمینه مالیه براش رخ میده. خب حالا اگر ما میخوایم که دیگه این اتفاقها رو تجربه نکنیم، باید روی احساس قربانی بودنمون کار کنیم. ما آدم‌ها تمام اون چیزی که داریم تجربه میکنیم رو خودمون داریم خلق میکنیم و خودمون هستیم که داریم رقم میزنیم با توجه به باورهایی که داریم. یعنی باورهای ما، باور اصلا چیه؟ افکاری که در طول مدت زمان طولانی بارها و بارها و بارها تکرار شده. وقتی که تکرار بشه مغز ما چون اون چیز براش آشنا میشه، همش اونو در قالب اتفاقات توی زندگی برای ما تکرار میکنه. خب حالا ما برای این که اتفاقای بهتری رو بتونیم برای خودمون رقم بزنیم، باید افکار مناسب رو مداوم برای خودمون تکرار کنیم تا جایگاه آشنایی مغزمون تغییر کنه، یعنی باورهای جدیدی رو برای خودمون بسازیم. در واقع اینطوری میشه که اتفاقهای جدیدی رو هم تجربه میکنیم. در واقع باید دیدمون رو نسبت به مسائل تغییر بدیم اگر که میخوایم نتایج متفاوتی بگیریم. یه مورد دیگه ای هم که میتونیم اینجا بهش اشاره بکنیم مربوط میشه به این که در واقع مربوط میشه به آگاهی های پول مقدس. ببینید، ما اگر که پول رو به عنوان یک شخصیت در نظر بگیریم تا بتونیم رابطمون رو باهاش خوب بکنیم، سوال این دوست عزیز نشون میده که با پول رفاقت قشنگی نداره، به خاطر اینکه پول اگرم بیاد سریعتر از کنارش میره، ترجیح نمیده که در کنار این آدم بمونه. بنابراین این فرد باید علاوه بر احساس لیاقتش، روی رفاقتش با پول هم کار بکنه. وقتی که ما رابطمون با پول خوب بشه، یعنی تمام اون احساسات بدی که نسبت به نبودن پول یا اومدن و زود رفتن پول توی زندگیمون تجربه میکنیم و اگر درست کنیم، رابطمون باش خوب میشه و پول و ثروت و برکت به طرق مختلف وارد زندگی ما میشن. حالا اگر احساس قربانی بودن هم درست بشه، علاوه بر اینکه پول میاد، جایگاه اجتماعی هم تغییر میکنه. حالا اگر احساس قربانی بودن درست نشه، شاید پول بیاد
ولی از طریق اتفاقای مختلف ما مجددا اون احساس رو تجربه میکنیم. در واقع عزت نفس خیلی ربط پیدا میکنه به روابط. یعنی هر کی عزت نفس بالایی داشته باشه روابط خیلی خوبی هم خواهد داشت. حالا اگر ما میخوایم که رابطمون رو با پول هم بهتر بکنیم، قطعاً یکی از گزینه‌هاش اینه که ما روی عزت نفسمون خیلی کار بکنیم. چون وقتی روی عزت نفسمون کار میکنیم خیلی احساس بهتری پیدا میکنیم، آرامش بیشتری داریم، مقاومت‌های ذهنیمون خیلی کمتره و وقتی هم که مقاومت ذهنی کمتر باشه اتفاقایی که تجربه میکنیم خیلی باب میلمونه و به سمت اون اتفاقای دلخواه گام برمیداریم. امیدوارم که این فایل صوتی به سوال شما هم پاسخ بده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.